مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس. سلام و درود بیننده های عزیز، مخلصان عزیز ما. در این باد و هوا که دوست دست می‌دارند، باد و هوای بهاری بارانی را در میلانکول عظیم برای تبریک کردن جشن زادروز مادر مهربان با خانواده اصلان بابا آمدیم. هاجر خاله را در جشن زادروزشان در روز میلاد عمرشان از نام فرزندان نبیره ها تبریک کرده، برایشان برای شکرانه روز شکرانه اشان البته تبریک میگویم. با ما باشید، با شبکه شهنان و آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده اصلان بابا. همه شما را به جشن زادروزی هاجر خاله خوش آمدتان میگویم. برایشان یک خرسک میزنیم پیشا با تکلیف میکنیم. اصلان بابا ممکن باشد بزنه تو. السلام علیکم اصلان بابا هاجر خاله، زادروز مبارک. امروز بایرام که در خاندانتان جشن گرفته می شود، برای هر دوی شمایان مبارکباد میگویم. در چهره فرزندان شما بینیم اگر غم و اندوه نیست، سببش این است که دعاگوی و قبلگاه دارند. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام نبیره های شیرین که از دانکش هم مغز شیرین میگویند تبریک میگویم. گفتن امروز جشن زادروزی مادر من، مادری که تمام هستی، تمام جوانی، بود و نبود خود را برای پرورش کردن فرزندان عزیز، برای نگاه بینی ما فدا کردند. مادر جان عزیزی ما همیشه صحت سلامت گردند، درد و غم زندگی را نبینند، همراهی پدرم نمی پیری و دولت پیری را بینند. پدر ما پدر قهرمان ما، قهرمان زندگی ما هستند. و البته اصلان بابا چندین سالها برای خلق و وطن خدمت کرده، خادم آرگند شده. فرزندان می فخریم از پشت پدرم همیشه صحت سلامت گردند. ما باشد از خورده انمین پدر را دیده همچون قهرمان در چهره خود نقش آفریده. خدایشان با شکر در سری ما صحت سلامت گردند. بیهوده نگفتند. اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر و مادر. اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر و مادر.
بیابی بام و نام و در دعا گیر از پدر و مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو، بخندد وقتی تو یک سر دعا گیر از پدر و مادر. دعای نیک پدر مادران را گرفتند برای همه فرزندان نصیب کند. حالا حاضر باشد میخواستیم اصلا بابا حاجره خدا نیت میکنیم که به صف حاجیان سمرقند از این باز حاجی ها زیاد شوند و البته به زیارت کعبة شمایان را رفتنتان نصیب کند. و امروز باشد از نام فرزندان عزیز برای شمایان در روی دنیا که اصلا کتابی قیمت بهاترین است با نام کتاب قرآن پیشکش شمایان میکنند. زادروزتان مبارک باشد. مرحبا. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دعایت پشت دنیای شاهد. اصلا بابا حاجره خلا حالی چشمش ما به چند ساله بریم؟ حالی یا شیعولی؟ چند بدر آمده گی بریم؟ 17-18 ساله بریم می؟ خیلی بیشتر تو گوه 17 ساله باگیسته ای رحمت. حاضر از چی پرسیدم از کدام سبب من از در خانه در آمدم که پیشکی خانه بر اسمای جوانی هر دویشان اصلا بابای جوان با فرمای البته بلیسگی دایانشان زوجه زیبایشان بگذار علم خیل دمی پیری بایم دولت پیری را دیدن برای شما نصیب کنند. امروز باشد مادر مهربان از نام فرزندان برای هستیتان شکرانه میگویم. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صدر تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. امروز حاجره خانه هر دیشمیان دمی پیری به اکنون اصای یک دیگر هستید. آغوش کرده پدرشکی کرده داره توی بچه خیلی پدرشکی کرده داشته استید امک جانه من دانشان بایستادید. اصلا بابا چند سال شد تو اشتگاهتان با؟ 50 سالگی امشبه توی گویم ها؟ چند بار 50 سال گل پدر کردن؟ هر سال خود از باقی زیبا گل و گلزارها. امروز باشد از نام اصلا بابا برای مادر مهربان گلدسته داریم. یک تا مهمانان خرسک زنن خودشان علمه گلهای سرخ برای مادر جان عزیز میسپارند. مرحمت قبول کنید. زادروز مبارک. مرحبا. شیرینی را نزدیکتر میبیاریم. یک جای هر دویشان شیرینی را میبرن از آن تناول میکنن. ای مبارک باشه. ای رحمت سلامت باشه. Порой не всегда будет много светлых дней. Со свечами большой пирог. Столько будет, собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до самого окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. ماه دلم هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود. این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود.
جان خواهرکم دل و جان خواهرکم صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم. نبینید که خواهران در اطرافتان پروانه برای تبریک شما آمدن. از کدامشان سر میکنیم تبریک کنید؟ مرحمت. السلام علیکم مهمونکای عزیز، هم یکاتون خوش میشه، اپیکام، یک زنای دودلکام، جیانکام، هم یکاتون خوش اومده به این روز تولد اپم. الهی اپیکون صد دارم خوشان که خوشه پیر شود، حضور حالتی بچه نیوریکاشون و بچیکاشون بینن الهی، روزکای گندشون فقط هم خیر شود الهی، هم یکاتون خوش اومده. رحمت. مرحمت. السلام علیکم مهمونان عزیز، خوش اومده به این درگاه اوکای من. خیر و جلال، عمر دراز بید، دست فراز بید، پروردگار مهربان زکای نکبید، با چاقتی قوشه پیر شوه الهی، روزای نکبینه، تویا بینه، نیوره ها بروره، من بارین ایوره ها دار شو پروردگار مهربان. کپم بایست می. خوش اومده شما اکام به اینجا خدمت آمده. السلام علیکم مهمونای عزیز و خوش اومده به درگاه حکیمان. من امروز دین ینگم بودم، هم یکتون خوش اومده. نوری دیده توج سر ینگم که یکم خوشه پیر شوانه صد درویان الهیم دلیلشون چی نیت دارن نیتاشون درستن، یفتگیاشون فقط روزای نیک دارن. رحمت. عرفیات ما میگن که خانه نخر همسایه خر، گله فروشم همسایه با فروش یک لباس خدا دفتر میشینه که گپ است. مرحمت. و یونو درفته جای نگیریدم. السلام علیکم، همینجا اومده یا شو پیر کلونکو، خوش اومده به درگاه اسلام بابا. من حوض اکوچه اومدم در گلیم نوم پریده این بیچاری گوده که دیرهشتی میش بدن، من نفهمیده اومدم گلیم در نوم پریده همی زنکه کم صد دنه کوه صد عمری در روز ایو خدای مهربون عمر چی قیدو دای رزق چی قیدو دای همو عمر رزق بینه با دورو سری کنی اصلا با کتی خوشا پیر شوی حضوری حلوتی نیوره ایوره بینه اکو گنده گفته می ناز گفته می من همینجا بودگیو اکو می بخشه می دیگری نه چون اکی یک تاش رفتگی ای پوهده پویا محکمونه فقط خوش اومده هم یکاتون همین روزای هم مدلایق بینه خدای میرم. رحمت و اعظام فرزندان مرحمت. السلام علیکم بهمونای عزیز، خوش اومده. امروز روزی تولد مادر جانم شده ایستاده، شما را تبریک میکنم. الهیم صد داره دادم که خوشه پیر شوی الهیم حضوری بالای چقدر نوروهای بینی. خوش اومده هم. رحمت. کریم پاشا مرحمت. السلام علیکم مهمونا، خوش اومده به درگاه ملامکم که بیمولا. من امروز بیمولام زادروز دارم. هماتون از نام هماتون تبریک و مبارکباد گفته و این حال صحت سلامتی عمری دراز ملامکم که خوشه پیر شوند در سر ما همه وقت ساق سلامت کردن. شما مگت ندارم. رحمت مرحمت. بر شما از سیقل روی جهان بالا سلام، از سالمی قلب می بخشم همین شعر و کلام، از دل شهر عظیم تا نیمه کوهی بلند یک جهان کشف خواهد کرد عمر و سلام. اولا بار السلام علیکم مهمانان فرزندان نبیرگان شیرین، خوش آمده به درگاه بابا جان آنا جانی من امروز با ما و شما معلوم است که آنا جانی من زادروز دارند که 70 سالگیشان را جشن گرفته ایستاده. آنا جان عزیزم 100 ساله شوید، درد و غم دنیا را نبینید الها، تا همین دنیا هست تا همون قف باشد. در زیر زمین چه خوشی های زندگی است به شما تمنا دارم. مادران شیر سفیدم دادی، دنیا به امید هست امیدم دادی. با اعتبارتان تشکر. رحمت. سلامت باشد. تشکر می‌گویم. مبارک باشد. زادروز مبارک. اکنون حاجره خانه خواهران عزیز با راهبری شمایان همه را به رقص تکلیف میکنیم. میلش یک جای میرقصیم، دم کودکی و جوانی به سفر میکنیم. باید جوان میشویم و سالم میشویم. همسایه یک جای همه رقص به تکلیف میکنیم. اکنون مرحمت سرودها برای شمایان. زادروز مبارک باشد. مرحمت.
شب
Yeah.
başımdaki taç Tüy alenge yaylardır sıraç Tahtı davlat başımdaki taç Tüy alenge yaylardır اینک بیننده های عزیز امروز ما در خانواده ابرمرد دهه میرانکو در خانواده اسلم بابا مهمان شدیم و البته هاجرا خاله را در جشن زادروزشان در 70 سالگی سن مبارکشان تبریک کرده لحظه های خرسندی و شادیانه را همراه شما عزیزان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهرنام سلامت باشید. با جان عزیز سلامت باشید.